معمول با اومدن تیزر قسمت جدید عشق ابدی کلی افشاگری‌های جدید به وجود اومده. از اخراج شاهین از عشق ابدی گرفته تا رابطه دروغین علی و زهرا برای برنده شدن. در ادامه با ما همراه باشید تا سیر تا پیازه این ماجراها رو براتون بررسی کنیم. لطفاً قبل از تماشای ویدیو برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و اگر توضیحات ما رو دوست داشتید حتما دکمه لایک ویدیو رو بزنید تا برنامه ما به افراد علاقه‌مند بیشتری نمایش داده بشه. آقا اول از همه بریم سراغ قسمت 68 و دسته‌گل شاهکار شاهین خان. یعنی واقعا یه آدم چقدر میتونه خودش رو به گاو بودن بزنه. شما تصور کن طرف دوست دختر فابش رو پیچونده و با پررویی تمام اومده مسابقه پارتنریابی. از اون طرف هم قانون اصلی برنامه رو دور زده. از اون بدتر با یه کیس جدیدم کاپل شده و بعد از گذشت 10 روز تازه یادش اومده که اون بیرون یه عشقی هم داشته. یعنی من مطمئنم اگه محدث وارد برنامه نمیشد 100 سال دیگه این داستان لو نمیرفت و خاله شاهین تا قسمت آخر با همین فرمون جلو میرفت. بعد جالبتر اینجاست همین آدمی که در پررویی و بیشرمی روابط جم تیوی رو شوهر داده در قسمت 68 قیافه آدمای حق به جانبو میگرفت و یه جورایی وانمود میکرد که حضرت عباسی. من این وسط فکر میکردم مشکل از من بوده که محدث و شاهین جدا شدن. واقعا گردن نگیرتر از شاهین خدا نیافریده.